Hello and welcome back. بیایید امروز با من بریم خیابون منوچهری تا یکم لوازم آرایش و چند چیز دیگه بگیریم. اول از همه خودتون رو باید به نزدیکترین مترویی که میتونید برسونید، چون که منوچهری تقریبا مرکز شهره و دسترسی بهش با مترو به نسبت خیلی ساده است. ماسک هم حتما یادتون نره، به خاطر اینکه هم شلوغه هم زمستونه دیگه، هوا خیلی تمیز نیست. شانس من وقتی یکم پام درد میکنه و قرار کلی راه برم. خدا خیلی بدهشی این سرباز تو دیگه خودتون دارید میبینید، من چیزی نمیگم، پس ماسک یادتون نره. اینجا موزه بنزینه و شما هم همیشه دوست داشتین از اون اتوبوس سوار شین. خب بالاخره رسیدیم خیابون منوچهری. خیلی بانمکن، ولی گناه دارن این همه پرنده تون قفسه با اون کوچیکی. اینجا هم بورس سری لوازم مثل چمدون و کیف و اینجور چیزا هم هست. انقدر باید بیاید جلو تا برسید به لوازم ناخن و آرایشی. جایی که من ازش لوازم آرایش گیرمو میگیرم اینجاست. گالری ژان پیر. تابلو نداره ولی جاش مشخصه که کجاست. یه مغازه بزرگی که اکثرا خالیه. اینجا نمایندگی اصلی کرایولان تو ایرانه. اصلا مگه میشه تا اینجا بیایم و موج مصنوعی نگیریم؟ این موج مصنوعی رو بهشون میگن فیشر و خیلی خوبن. این مغازه هم خیلی بانمکیه، من تا حالا ازش زیاد خرید کردم، چیزای خوبی داره. این پاساژان تقریبا هر چیزی که مربوط به لوازم آرایش و آرایش بشه رو داره. ما اینجا دیگه خرید لوازم آرایشمون تموم شده بود، کم کم داشتیم میرفتیم سمت لوازم خونگی و اینکه یه چیزی پیدا کنیم بخوریم، چون من خیلی گرسنم بود. من گرسنمه. یا خب مامی نکشون خوبه. چند ساعت نشستی؟ جان؟ چند ساعت نشستی؟ ساعت چند اومدی میره نخونه؟ یه کنی. دوست فروشی از نظر من جزو جادویی ترین جاهایی که وجود دارن. اینجا هم که خیابون برلنه، رفتیم غذا بخوریم و یکم استراحت کنیم. نمیدونم یادتونه یا نه، ولی بچه بودیم یه آهنگ برامون میخوندن، گریه نکن زار زار میبرمت لاله زار. میخواستن بفروشنمون. این هم تاریخچه خیابون لاله زاره، میتونید پاس کنید و بخونید، جالبه خیلی. البته که ما بیشتر غذا بردیم خونه و اینجا هم صاحب رستوران دارن برامون توضیح میدن که اینجا کجاست. درسته اینجا لاله دار به میدونم دقیقا برش داشتن سیزش غذاتون یخ کن. خیلی ممنون. چیزی کم بود بگیم من براتون.
پیتزاش خیلی مزه نوستالژیکی میداد به سایز رو نگاه کن. تو راه برگشتم یکم قدم زدیم، یکم خرید کردیم، حالا بهتون نشون میدم. مگه میشه بعد شام با اون سنگینی دلمون نوخامه نخواد؟ خوشبختانه بقیه پله برقی کار میکردن. شهدای پاکدامتی مسافرین محترمی که قصد ادامه مسیر به سمت ایستگاه شکی پیشی الان فردا شبه، روزیه که من رفتم منوشهری. برگشتنه توی مترو یکم حالم بد شد. یه ایستگاه زودتر پیاده شدیم و یکم نفسم جا اومد و قطار بعدی سوار شدیم تا خونه اومدیم بعدش. من دیگه حوصله نکردم چیزایی که خریدم و بیام نشون بدم، چون واقعا حالم بد بود و خسته شده بودم. نزدیک 3-4 ساعت حتی بیشتر راه رفته بودیم. بالاخره هوا آلوده است، خیلی چیزای این شکلی. حالا فرداش میخوام چیزایی که گرفتم از منوچهری رو بهتون نشون بدم. اولین چیزی که گرفتم، یادتونه توی ویدیوی پاکسازی آرایش غلیظ، کلا پاکسازی، گفتم که اسکرابم خیلی خوب نیست برای یکی بگیرم. مثلا یکی گرفتم، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا انتظارش رو نداشتم که انقدر خوب باشه، چون اصلا برنده رو نمیشناسم. توی هموم هم میتونید اسکراب کنید، هیچ اشکالی نداره. تازه اونجا هوا مرطوبه و خب خیلی اوکی هم هست. آیتم بعدی که گرفتم، موجه ها میبینید؟ این میشه بار سومی که هم موجه میذارم با نمکه. این 12شه. از این به اینا میگن موجه های فیشر و من 14 هم گرفتم، ولی 14 به نظر خیلی بلند میاد. اینا توی منوچهری قیمتشون خیلی مناسب تر از جاهای دیگه بود. برای کسی که نمیخواد موجه تکی بذاره و کسی که خیلی اوکی نیست با موجای یه سره، این فیشرها خیلی خوبن. من الان گذاشتمش و خیلی راحت تر از موجای یه سر است. دیگه میشه یه جا وسط شهر بری و از این ماسکا نگیری. اگه منو میشناسید میدونید که من میمیرم برای باد بزن خوشگل. بعد تازه به نظر نمیاد ولی خیلی خوب باد میزنه و خیلی خوشگل. اینا از خیابون برلن گرفتم. و چیزی که براش من تا منوچهری رفتم این کیته بود. چون که لوازم آرایش من خیلی زیاده، من یه کیت احتیاج داشتم که لوازممو توش بذارم. و این میبینی اون طرفش هم همین شکلیه. اینجا جا داره، اینجا همه جا داره، کلی زیپ داره. اینم یه زیپ دیگه اینجاست. تازه اینم اگه باز کنید 2 تا کیف توشه. اینم زیپ، 2 تا کیف توشه. Look at this. تازه میتونی کیفه رو در بیاری و خب یه کیف دیگه جاش بذاری. ولی میبینی یکی این که این کیفه اصلا جای دیگه من پیداش نکردم. یا باید آنلاین سفارش میدادم که نمیکنم این کارو، یعنی که باید تا منوچهری میرفتم. به شدت هم سبک، تازه کول است.
خیلی خوبه. هم کوله است هم دسته داره. اصلا واقعا چیز خیلی مناسبیه. من خیلی به هم چیزی احتیاج داشتم. کلاس گیریم که میرم خب چند تا ساک مثلا یه کوله گنده بعد کلی کیف تو کیف تو کیف یه دونه از نگرفتم و خودم خلاص کردم. مدلای مختلف خیلی زیاد داره ها. میز داشت برای ناخن‌کارا بود. یه سریاشون بود باز میشد و آینه و نور و خیلی چیزای جالبی بود. چرخ داشتم ولی خب من یه هم چیزی لازم داشتم و همینم گرفتم. از این نگینه‌ای که الان گذاشتم هم اونجا داشتن ولی من آلردی از دیجیکالا گرفته بودم به خاطر همین دیگه بجز کیفی که الان گرفتم اون اطراف بورس چیزای مختلف هم زیاد هست و مثلا ناخونکارا یه چیزای مثلا لباس عروس لوازم عروس لوستر یه چیزای این شکلی و خب زیاد از کاریال لازم نداشتم به خاطر همین اصلا فروشگاه ژامپیون نرفتم خیلی جا نرفتیم مثل جا یه سری جا رفتم مثلا یه سری یه دونه براش سرتخت لازم داشتم برای فاندیشن یا قیمتش زیاد بود مثلا گراف بود کیفیت خوب قیمت بالا من چون خیلی فاندیشن نمیزنم نمیخواستم خب خیلی هزینه کنم به خاطر هم میخوام یه برند ایرانی بگیرم اونجا گیرم نیومد اونجا یا کیفیت خیلی بد بود یا خب خیلی بالا بود یه نکته ریزی که باید بهش توجه کنید اینه که توی منوچهری حالا نمیدونم جاهای دیگه چه شکلیه ها یک جنس این مغازه ها مغازه بغلی قیمتشون خیلی فرق میکنه یعنی مثلا 150,000 تومن 300,000 تومن ممکنه فرق کنه من یک محصول رو که یک کیفود رو چند تا مغازه مختلف هی قیمت میکردم که تهش هم نخریدمش این کیف رو گرفتم جایی از 500,000 تومن تا 1,200,000 به من قیمت میدادن و واقعا این قضیه برای من عجیب بود که چرا این شکلیه به خاطر همین اگه میخواید برید وقت بذارید برید بگردید قیمت بگیرید خیلی هاشونم بعد از اینکه خب آشنا شدی مثلا خودت فروشگاه ژامپیون کار میکنه یه دوتا مغازه اون طرف ترش که گلگلیه گله صورتی داره اون هم کار میکنه میتونه بفرسته براتون اگه چیزی لازم داشته باشید نمیخواین تا مرکز شهر برید براتون ارسال میکنن Are we done? Yes. Bye. خب گرسنمه نهارم نخوردم حتی